دوستان اینجا منطقه آزاد انزلی استان گیلان، اینم نماینده اکبر جوجه در منطقه آزاد انزلی. بریم ببینیم کیفیتش چطوره، بعدا نقد و بررسیشو واسهتون میذارم. بر شما شکم‌های باحال. آقا رفتیم گیلان، اکبر جوجه رو زدیم، بیایم سر اصل موضوع نقد و بررسیش. پس با من همراه باشید تا نقد و بررسی سریع و مفید رو با هم انجام بدیم. اکبر جوجه کلبادی جناب آقای کلبادی شعبه گلوگاه که الان بهترین شعبهش تو خود ساریه که توسط یکی از پسراش مدیریت میشه، چه ویژگی‌هایی داره که ما رو دلباخته خودش کرده؟ یک، تا میری میشینی دستتو میشوری میای رو میز، غذا آماده است جلوت. دو، شما میری اونجا یه مرغ میخوری که در اوج این که برشته شده است ولی نرمه و هیچ چیز خشک و سفتی نداره. سه، حجم برنج و غذا طوریه که شما رو کامل سیر میکنه، یعنی یه دونه آدم شکمو باحال بره بشینه سیر میشه. چهار، کاملا به صرف و به قیمته. حالا گزینه‌های دیگه شاید 10 تا دیگه هم بشه چی، مثلا برنج نرمه، نمیدونم لذیذ، اون سس مخصوصی که همراهش هست به اصطلاح رب انار که نیست، یه بخشش رب اناره. در واقع اینا کنار هم میشه یه غذای عالی توی یه رستورانی که فقط تو منوش یه غذا داره. این دلباخته خودش کرده همه رو. آقا یکم موضوع آخه این موقعی که کم داشته باشه من دوست ندارم. تو موقع خیلی چی کم داشته باشه؟ اون ترشی؟ ترشی؟ نه رب انار رو میگه. یه چرا کوچولوه بزرگتر باشه. خب حالا آقا این اکبر جوجه شمال که مازندران بود، یکم معضلات گیلان همیشه همین بود. وقتی سفر میکردی گیلان، اگر دوست داشتی اکبر جوجه بخوری یه چندتایی به اسم اکبر جوجه بود ولی هیچ کنشون اصلی نبود. و در منطقه آزاد انزلی بخش کاسپیان اکبر جوجه شعبه زده، یه شعبه شبیه شعبه دماوندش و اونجا کاملا این ویژگی هایی که الان بهتون گفتم و داره. این غذا همه این ویژگی ها رو داشت، زود آماده شو، نرم بود، جوجهش مثل تهران خیلی کوچیک نبود، حجم برنج خوب بود، سس اضافه دادن، نمیدونم کیفیت و طعمش عالی بود، نرم بود، همه اون ویژگی ها رو داشت. عین شعبه خود مازندران بود، مو نمیزد ولی خود رستورانش جای پارک و اینا که خوب بود، مثل شعبه دماوندش میمونه، خیلی شیک و لوکس و اینا نیستش ولی تمیز، نوساز، عالیه. توصیه میکنم بهتون هر وقت رفتید گیلان حتما به این شعبهش سر بزنید، اعتماد کنید، بخورید و لذت ببرید. نقدی هم خب برنج که مشخص بود یه چیزی ترکیبی بود، کاملا ایرانی نبود. حالا شاید دیگه با این قیمت ها نمیصرفه که برنج ایرانی بدن، نمیتونی انتظار برنج 100% ایرانی داشته باشید ولی خوب بود و این توصیه من هستش که حتما اون شعبه اگه رفتید با خیال راحت شعبه اصلی استفاده کنید. اگر هم رفتید خوردید لذت بردید واسه ما کامنت کنید از این شعبه، از شعبات دیگه، و ما رو در یوتیوب، اینستا دنبال کنید. منتظر نقد و بررسی بعدی هم باشید.